من شما رو نیاوردم اینجا که سوال بپرسین. میشینین سر جاتون طبق قراردادمون، همون قراردادی که با هم کردیم، در مقابل همون وجه مختصری که دادین فقط میشینین دکتر رو تماشا میکنین. همین هیچ سوالی نمیپرسین. قرارداد که میگه عین فاکت شیته. اثری که براتون اجرا میکنم ترانه دستگاه شور اضافی. امیدوارم مورد توجه شما حاضرین در این تالار و همه بینندگانی که از طریق تلویزیون منو میبینن قرار بگیره و شاید منجر به کشف استعداد هنری من بشه. میگه مردی نبود فتاده را پا بستن، گر دست فتاده بگیری مردی. ای شیخ بنفش لامروت ناممرد، عظمای لهیده را ما تو لهتر کردی. ساکت، کسی تشویق نکنه. کنسرت که نیومدون قربونتون برم. اینجا سر چهارراه استراتژی یه درد استراتژیکی رو بیان کردیم، دنبال دوا و درمونشیم که تو دست یگانه استراتژیست نظام که کی باشه؟ کی؟ نمیخواد شما بگین، اعتباری بهتون نیست، خودم میگم. اورانیوم غنی شده استراتژیکی بالای 20% که 5 به اضافه یکم نمیتونه اکسیدش کنه. سانتریفوژ همیشه در گردش نظام، کیک زرد مجالس شیرخوانی مقام عظما، میله سوخت سایتی که تا این لحظه لو نرفته. آیه دکتر بزن بهادر، شرمنده اخلاقت. آیه دکتر، همونطور که میدونین من یه مجری رو در وایسی دارم و سختمه بخوام از مسئولین نظام الهیمون اسم ببرم و اونا رو از اینی که حسن بی آبروتر بکنم. همونطور که میدونین مسئولین نظام راست تو روی مقام عظما وامیستن و افاضات ایشون رو رد میکنن که هیچ، گلاب میزنن به همه حرفا و به هیکل ایشون. دردمندانه میپرسم چرا؟ امیدواریم که اون مسئول تو نظام شنفته باشه و حالی شده باشه و دیگه تو وادی زلالت و گمراهی برای خودش همینجوری چهارنل نتازه. من با شم استراتژیکی که از ایشون وام گرفتم و دیگه پس ندادم ساده و رو راست بگم، بدبخت اوضاع که با زدن تو سر مقام عظما درست نمیشه. آیه دکتر با یه مثال استراتژیکی روشنش کنید. یه بار دوست مرحوم ابوی فرمودن بزن بهادر عرض کردم. بله، فرمودن که یه روزی به بابام گفتم تو حاضری اگه 100 میلیون بهت بدن منو به قتل برسونی؟ دیدم حسابی رفت تو فکر و یه لبخند خبیثانه هم داره میزنه و زیر چشی هم یه نگاهایی به من میکنه. فهمیدم که قضیه جدیه. گذاشتم پا به فرار. روشن شد که دارن تهدیدت میکنن، یا بگم الکی یه 100 میلیون بریزم به حسابه. نه روشن نیست. یعنی چی؟ مگه مشکل نظام ما پول؟ نه خیر، مشکل نظام ما هیچ وقت با وجود تحریما به هیچ وجه پول نیست، بی پولیه. آیه دکتر مگه این مقام نظام که نمیخوام به دلیل سمتی که دارن اسمشون رو ببرم، سمتی که حسن و ناسلامتی رئیس جمهور نظامن، این شعور نداره که وقتی میپره رو کول مبارک مقام عظما و جسارتا گلاب میزنه تمام وجود ایشونو مثل توف سر بالا میفته رو صورت خودش؟ سربسته بگم مشکل شعور یه بخش خیلی کوچیکی از مشکل اصلی تر بدبختی سگ دعواست که طرف حالیش نیست وقتی قایق سوراخ میشه فردا نشه خودش هم رو آبها. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که به طرف گفتن اگه 100 تومن بهت بدن به خودت فوش میدی، گفت 10 تومن بذار روش نگاه کن ببین مرده و زنده واسه خودم باقی نمیذارم. روشن شد یا 10 تومن هم بذارم روش به حسابت واسه همین ماموریت. آیه دکتر بزن بهادر شما به شکل بسیار سربسته میخوایم بگین که چون شیخ فری میبینه که مقام عظما خیلی ضعیف شده اینطوری دم در آورده و زبون درازی میکنه. یعنی اون مقام نظام که اسمش رو نمیبرم
اون قد دیده استراتژیکی نداره. خب نه دیگه، بدبختی جلو چشم و چالشو طوری گرفته که دیده استراتژیکی کجا بود، تو کجای کاری. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن و بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که مشنگه رفت پیش چشم پزشک، گفت آی دکتر چشام ضعیفه. دکتر گفت چقدر ضعیفه؟ طرف گفت که شما اون مگسه رو دیوار میبینی؟ دکتر گفت آره. گفت خب من اینو نمیبینمش. روشن شد یا همچین بزنم که این مگس به چسب به دیوار. میخوام بگم میدید ولی میخواست بگه نمیبینم. آیه دکتر گیرم اون مسئول بنفش نظام که اسمشو نمیارم نمیفهمه که وقتی صحبت نگاه به بیرون و اینا میکنه و با عظما در میفته اوضاع داغون نظام لو میره. این چی که با اون دهن به دهن میشه. از قدیم گفتن وقتی زورش نداری زرش رو نزن. آی دکتر خواهش میکنم سربسته بگین که مشخص نشه منظورم از این مقام عظما بوده. خیال تخت تا منو داری غم نداری. کم نداره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن و بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که یه روز معلمه از شاگردان پرسید سهراب و کی کشت؟ شاگرده گفت آقا به خدا ما نکشتیم. از دومی پرسید، اونم گفت آقا به خدا ما اصلا 4 روز غایب بودیم. از سومی پرسید، گفت آقا اجازه ما آزارمون به مورچم نمیرسه. معلمه از دست این همه شاگرد خنگ عصبانی شد و شاکی رفت مدیر رو آورد. اونم همین سوال رو پرسید، همین جوابا رو بهش دادن. بعد مدیره برگشت یواشکی در گوش معلمه گفت شما مطمئنین که قاتل تو این کلاسه؟ روشن شد یا همچی بذارم که بری CCU پیش همون معلمه. ولی دیگه سوال نکن، باربندی رو کم کم جمع کن که برنامه رو تهیشو ببندی که وقت تمومه. باید برم عیادت استراتژیکی عظما که تو CCU واقعیه. اختیار دارین آقای دکتر، شما بفرمایید، ما هم تو رکابتون هستیم. حرف دهنتو بفهم ناکس، مگه با اسب طرفی که رکاب داشته باشه؟ من عظما نیستم که هرچی دهنش در اومد هر کی هرچی خواست بهش بگه ها. ما اینجا برای خودمون یه پرستیجی داریم، یه آبرویی داریم. ناکس دکتر جلو این همه آدم دوباره شروع کردین. کدوم آدم؟ قربه برم آدم تو نظام داریم کنفرانس مطبوعاتی میذاریم همچی میگه آدم انگار من آدم های نظام رو نمیشناسم. قربه برم من دارم تو کسی که تو سر همش رفته همه